بذارید مهمونا اتاق بی‌نظم بچه‌هاتون رو ببینن. یکی از چالشایی که خانواده‌ها معمولاً با نوجواناشون دچار میشن بحث بی‌نظمی اوناست. مکرر ما داریم خیلی از خانواده‌ها میگن بچه من بی‌نظم شده، خیلی بچه مرتبی بود، منظمی بود، بچه خوبی بود، الان اتاقش کثیفه، اتاقش به هم ریخته است، چیکار کنم؟ جای نگرانی وجود نداره. یه بازه سنی خاصیه. ما باید همراه بچه‌ها باشیم. همراه بودن نه به این معنی که بریم اتاقشون رو تمیز و مرتب بکنیم و اونا عادت بکنن به بی‌نظمی و اینکه یک کسی هست که قراره پوشششون بده و کثیف‌کاری‌هاشون رو تمیز بکنه. به این معنا که خیلی سخت نگیریم و وارد چالش باهاشون نشیم. اگر مهمون داشتیم چی؟ من همیشه به خانواده‌های دانش آموزای خودم میگم که اگر مهمونم اومد بذارید اتاق بچه‌تون کثیف بمونه. آبرومون جلوی مهمون میره؟ نه، جلوی مهمون آبروتون نمیره. اتفاقا اگر اومدن و دیدن به پسرتون یا به دختر خانومتون بگید خودت توضیح بده. بگو من وقت نکردم اتاق مرتب کنم. یا تو شوخی خنده خودتون توضیح بدید پسرم دخترم فرصت نکرده اتاقشو مرتب بکنه. شما اگر چند مرتبه این کار رو انجام بدید، صبر بکنید، وارد چالش نشید و درگیری بیخود درست نکنید سر این مسئله، خود به خود هم به واسطه گذشت این دوران، هم به واسطه اینکه برای خود بچه‌ها سخته که دیگران بی‌نظمیشون رو ببینن جدای اعضای اصلی خانواده، کم کم این مسئله تو خونتون برطرف میشه.